خانوما یه لحظه صدای منو گوش کنین، حرفامو بشنوین. یه خبر خوب براتون دارم، یه خبر خیلی خیلی خوب. یه روزی 5 سال دیگه 10 سال دیگه وقتی یاد امروز بیفتین، خون تو دکاتون میدوه از شادی قلبتون به تپش میفته بابت خبری که امروز شنیدین. قراره به زودی در همین امسال امپراتوری پارس به سرزمین ما برگرده. ایران تبدیل میشه به سرزمین پارس. برمیگردیم به همون عظمتی که یک زمان از 2500 سال پیش تا امروز داشتیم. برمیگردیم به نور و عظمت و شادی. این خبر خوبو بهتون میدم، بدونین که لیدر عزیزمون سید محمد حسینی، همون مجری که قدیم همسنای من بودن و میشناسن، ایشون لیدر ماست و امپراتوری پارس با کمک ترامپ نازنین، با کمک ترامپ خوشگلمون به سرزمین برمیگرده و هممون در عظمت و شادی و نور با هم زندگی میکنیم. این خبر رو همیشه به یادتون داشته باشید. میگا ماگا امپراتوری پارس.